دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش. وضعیت خانواده است بیا دارم اگه جامعیم ببینیم که نشون سبک اجابت میکنم مانی، طلب کن آنچه میخواهی. سلام علیکم مادر جان، خوب هستی؟ خوب هستم. سرتان خوب است؟ بخیر هستی؟ تو خوب هستی مادر جان؟ روزه و نماز قبول باشه. مادر جان ما از طریق بنیاد خیری باران رحمت آمدیم. دوست ما درباره شما اول داده بود، گفتم که یک مادر ما هستن که اعتماد داره، این باشه یک کرده من برای شما نزدیک ببینیم و دوستام یک تحفه رمضانی را از طریق باران رحمت بهتون نظر گرفته کوره بهتون بتیم. زنده باش. چطور است؟ چند تا میشه بگن که چند تا یتیمک هست؟ 7 تا دخترم از بیادر این یک تا بچم است. یک چند تا دخترم در مدرسه است، در مدرسه پیشنان دختر میکنه. پدرشون به چی حادثه فوت کردن؟ موتر تکر کرد. به موتر تکر کرد. خداوند اونا رو ببخشه. خداوند. پدرشان مزدور بود، بیشتر بیکار جلال آباد میرفت که تصادف در مسیر رفت موتر تکر کرد و بیچاره شهید شده بود. این بچک چند ساله است؟ این بچه یا دیگه همسنجی بیا پایین؟ این سال اینا دیگه پای از هشتم مانده. خواه صنف در مکتب هم هستن این بچه؟ در مکتب خصوصیش گرفته. خواه بسیار خواه. چطور است وضعیت زندگی چطور است؟ خوب است دیگه، یعنی دوست ها از کمک میکنم مچلا دیگه. دیگه کارگر خدا خانه نداریم؟ نه کارگر نداره. نوری اون بچه شو بیچاره ایش. این بچه کم خورد است. عزیزان مادرک ما که هستن مشکلات فراوان داره، از شما تقاضا داریم که دستگیری کنین. در آینده هم چیزی کمک در نظر داشتیم، انشاءالله ما پول ارتباطی هستیم. مادر مطمئن این بچه که خودش کلانترین مرد خانمی است، اگر شما کمک کنید تا اونا درس خانده بتانن و الله تعالی توفیق نصیب کنه که مزدر خدمت شه. مادر جان ما یک تحفه فعلا از طریق باران رحمت یک تحفه رمضانی رو بر شما آوردیم، دیگه خدمتتان میتیم. 4000 افغانی هست، انشالله این شما بگیرین. دیگه در آینده هم دوستا ما یک کلیپ به خاطر گرفتیم که کسایی که از وضعیت میبینن انشالله در آینده کمک کردن ما بر شما میرسانیم. دیگه خداوند این برکت برده و بر شما خداوند زندگی راحت و خوبتر نصیب کنه. دیگه اگر چیز گفتنی داشته باشین کاملا در خدمتتان میشه بگه. دیگه خیلی کنه دیگه ما چی بگیم. دائمی باید از وستون که میشه کمک کنین. دی منطقه دینی نواباد چند نفر است صحیح نمیشناسمشون، ما که ما دائمی کمک میکنه و یه ورا خودش اوگار است نداره بس که ما کمک کنه. امیال مینی دختر من نوجور است، معطل استم که نفر پیدا شد ببردش بخش دکتر. چی تکلیف داره این دخترک؟ یه دختر از این سر روزه تا ویال رل نوجور سیگشتش کلینیک بردم دوا گرفتم نکت پیدا. بله. خدا مهربان است، انشالله که چیز دوستا در نظر گرفتن ما در آینده هم در خدمتتان هستیم. خداوند شما را خیر بده. خدا حافظ تا مادر جان.